سلام علیکم. شما از اینترنت استفاده میبره؟ بله سلام، من دانشجو هستم و بسیار از اینترنت استفاده میبرم. شما اینترنت رو برای چی استفاده میبرید؟ برای خواندن کتاب ها اسکچت میکنم بیشتر. برای اگزمینای دانشگاه خود من استفاده میبرم. با گفته شما آیا اینترنت یگان تاثیر مثبت یا منفی خود را گذاشته است به جامعه امروزه؟ بله بسیار جوانان اینترنت را بیهوده هم استفاده میبرند، فقط هر بازی گوناگون میکنند. از اینترنت بله استفاده میبرم. شما اینترنت رو برای چی استفاده میبرید؟ خب اصلا بسیارتر برای مطالعه کتاب، خب برای اون چیزی که با اختصاص با کسب مو نزدیکی دارد برای همین استفاده میبریم بیشتر. آیا با گفته شما اینترنت یگان ضرر منفی خود را نسبت به جامعه رسانیده است؟ عموما اینترنت هم پهلوهای ضرر رسان هم دارد، پهلوهای خوب هم دارد. این وابسته خود آدم است که با کدام از کدام راه یا که از کدام سمت استفاده میبرد. من فکر میکنم که این عموما اینترنت این در تمام جهان این روز وای است، یعنی که این ما این کار کدام نمیتونیم، تنها ما باید فرهنگ درست استفاده اون رو یعنی که پیشه گیریم و با دیگران آموزانیم. تمام مثلا که در دور زمان که به اینترنت غیر امکانه، ما بیشتر برای وای خانگیمون مثلا اکام دادرم که مهاجرت هستن قطعی و یوگا میزنم یا که بعضا کارهای شخصیمون خلاصه که استفاده میبره. جهتی منفیش هم هست، مثبتش هم هست. مثال منفیش این که بعضا آدما طرز درست استفاده بردن اینترنت رو نمیدونن و جهت منفیش هم این که کاری ما رو به حد آسان میکنن، وقت مونه. شما اینترنت استفاده میبره؟ البته امروز که شهروند نمی کاری ما همه با اینترنت است. مثلا من که رسوم هستم در شبکه‌های اجتماعی از دیگر مثال دولت‌ها را با توسط اینترنت شناسایی می‌شویم و از حال‌های بیان رو می‌بینیم. شما چه فکر می‌کنید در جامعه امروزه بسیار ضرر است یا که فایده‌ناک است؟ اگر چه خیلی بگیم با شما، اگر همون خوردن هم ضرر است، نه که ما نخریم هم نمیشه. امروز بسیار شخصانی هستند که همه کار و فعالیتشون یا که همه درآمدهای زندگیشون شخصا از همین اینترنت وابستگی دارد و کار و فعالیتشون در اینترنت میباشد. اگه ضرر بدن و نبودنش با فکر من که امروز جامعه به اینترنت یعنی اینکه تماما مشکل از بخوانده نمیشه. تشکر زیاد.